درود دوستان، یک شنبه دیگه یک هفته بعد روز 1 فوریه در ازبکستان در تاشکند در هومو آرینا لیگای اکتاگون رقم 84 و 3 ورزشکار تاجیکستانی برآمد میکنند. کریم عبدالرحیموف برزیدی ورزشکار ازبک، کامیل کاراته برزیدی ورزشکار ازبکستانی با لقب تایسون و پسر جانیبک مرودوف نوری الله مرودوف بار دوم خودش را در MMA میسنجد. برزیدی ورزشکار قزاق. دوستان، کریم عبدالرحیموف من انتظاری جنگی هستم و حریفی کامیل کاراته باشد با لقب تایسون. این هم خیلی جالب می شود. 100% باور دارم که خیلی جنگ جالب می شود، چون که حریفی کامیل کاراته جنگی راستی را دوست می دارد. با دستان مثل باکس لقبش تایسون است، برای همین می خواهد همیشه با طریق ناکاوت محاربه هاش انجام دهد و برزیدی کامیل کاراته برزیدی باکس خیلی جالب می شود دوستان. و نوری الله مرودوف پسر جانیبک مرودوف برزیدی ورزشکار قزاق. نوری الله مرودوف یک بار محاربه کرده بود در ازبکستان با فکرم و بای داد، باخت محاربه اش را. بار اول بود و این بار دوم می شود و حریفش هم باشد یک بار محاربه کردگی است و او هم باختگی است. برای همین شانسشون یک است و ما امیدواریم که نوری الله مرودوف این بار جنگ خوب نشان میدهد و دست بالا می شود. دوستان، فکرتان را در باره حریف‌های تاجیک نویسید در کامنت ها. کدومی شانسی خوب دارد؟ کامیل کاراته برزیدی تایسون ازبکستانی چی شانس دارد و کریم عبدالرحیموف و نوری الله مرودوف؟ در کامنت ها فکرتان را نویسید و چی میدانید درباره حریف‌های ورزشکاران تاجیک نویسید در کامنت ها. خیلی جالب است. این یک اینفورماسیون خوب می شود برای آدمایی که کامنت میخونند و ورزشکارای تاجیک رو در کامنت ها دستگیری کنید. دعا کنید که روز یکشنبه 1 فوریه اونا دست بالا شوند و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارند. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.